بعد از یه مدت خیلی طولانیه که نشستم پای فیلم گرفتن و داشتم با خودم تمرین کردم که بیام چی بگم، اولش اصلا با چی شروع کنم. بعد استرس دارم ولی خیلی هم هیجان زدم. امروز 10 فروردین 1404 کل این 6 ماه من فیلم گرفتم و خیلی از ویدیوها رو ادیت کردم ولی نمیدونم چطور بگم نتونستم که آپلودش کنم. خیلی ویدیو پاک کردم از همه مراحل زندگی، میتونم بگم فیلم گرفتم. همه اینا رو فیلم گرفتم ولی هی نمیشد و هی نتونستم که ویدیو رو آپلود کنم، ادیت کنم و آپلود کنم. بگم براتون از این چند ماه، ببین من اومدم مشهد و خب خیلی سخت بود. اولش واقعا سخت بود، خیلی واسه خودم سخت بود، واسه موکا خیلی سخت بود اینجا با دورا بخواد دوست بشه و بر کسی که نمیدونن دورا سگمه، سگ مونه و موکان گربمه و خیلی سخت بود که این دوتا با هم دوست بشن. هنوز هم با هم دوست نشدن ولی خیلی بهتره، خیلی یعنی اون زندگی مسالمت آمیز رو دارن کنار هم طی میکنن، خیلی به هم کاری ندارن. معمولا دفاع کردم. این 2 ترم رو مخ من بود و من 2 ترم داشتم سعی میکردم که این کارا رو انجام بدم و خیلی هم شک داشتم و تا لحظه آخرم دلم خواست بندازمش عقب ولی انجامش دادم و خیلی اونم تجربه خیلی باحالی بود، چون من تا واقعا میتونم بگم 3 ثانیه قبل از اینکه برم دفاع کنم خیلی احساس میکردم که خوب نیست، کافی نیست، به درد نمیخوره، ولی خیلی خوب عذاب در اومد و خیلی هم داورها و اساتید راضی بودن. اصلا یکی از دلایلی هم که الان گفتم بذار برم ویدیو بگیرم و بذارم همین بود که یه سری جاها فکر میکنی که اصلا هیچی خوب نیست، اوکی نیست، ولی بعد یهویی خیلی هم خفن در میاد. حدود 5 ماهه که خیلی مستمر دارم ورزش میکنم، باشگاه میرم. یه 3-4 ماهی هم هستش که دویدن رو و تمرینات هوازی رو اضافه کردم و خیلی داره کیف میده بهم. یکی از چیزایی بود که من هر سال مینوشتمش توی برنامه‌ام، توی هدفام و مثلا میشد که 1-2 ماه مستمر پشتم ورزش میکردم و باز ول میشد، یا مثلا طولانی مدتش مثلا 3 ماه 4 ماه بود، ولی الان جزئی از لایف استایلم شده و هر روز انجامش میدم و خلاصه که یک بخش جدیدی واقعا تو زندگیم توی این حوزه استارت زدم. به مهاجرت دارم فکر میکنم ولی خیلی دودلم که آیا واقعا میخوای، آیا مثلا مسیر توئه یا چون همه دارن انجام میدن یا چون توقع جامعه الان از تویی که مثلا دانشجویی و جوونی اینه که باید مهاجرت کنی. و یه تزی هم که من دارم کلا اینطوری هم که ببین تو باید توی یک نقطه جغرافیایی که هستی تو باید به اون نقطه برسی که با خودت بگی که من دیگه اینجا جای پیشرفت ندارم، اینجا دیگه هیچ چیزی واسه ارائه به من نداره، برای همین مثلا دلم بخواد از اینجا برم. مثلا من تو برای اصفهان به این نقطه رسیده بودم. اصفهان هر چیزی که من می‌خواستم ازش بگیرم و به من داده بود. تجربه تنها زندگی کردن، تجربه دانشجو بودن توی شهر دیگه، آشنا شدن با فرهنگ دیگه، دانشگاه رفتن، دوستای جدید پیدا کردن و انگار دیگه آفری نداشت که به من بده و من میدونستم که باید برم. ولی الان این حس رو نسبت به مهاجرت ندارم. بر همین یکم برنامه‌ریزی کردن و چیدن مسیر واسم سخت شده. خسته شدم. ولی خلاصه آره، این از من و اینکه چه گذشت بر من این مدت و چیکارا می‌کردم و راستش یکم گیر کردم و خیلی هم هایپ و پرانگیزه و پر انرژی نیستم. خلاصه که آینده مبهمه، آینده بسیار بسیار مبهمه واسم، ولی اوکیه، پیش میبریمش قدم به قدم، کوچیک کوچیک. حالا نه به اون موقع که اینطوری بودم که وای نمیدونم چی بگم، نه به الان که ساکت نمیشم. آقا من میرم بشینم این پریمیر رو یاد بگیرم، کتاب بخونم، ژورنال کنم، برنامه‌ریزی کنم، کارهای امروزم بنویسم، همین.
من همینو میگم آقا مثلا اگه تو نری ممکنه چه میدونم 30 سالت بشه دیگه دیر باشه که بری. خب ولی اگر الان بری خب خیلی سخت‌تر میشه، چشم بزرگتر میشه. ولی میگم اگه الان بری فوقش اینه که مثلا میری 5 سال نمیتونی برگردی چیزی اینجا آدم از دست نمیده. یعنی به دستم آوردی 5 سال من زندگی کردم یه کشور دیگه بوده نمیدونم تجربه شده دیگه فوقش. ولی اگه اینجا بمونی دیگه هیچ وقت اون تجربه رو قرار نیست داشته میگم که تو داروخونه بزنی تو 10 سال دیگه هم میتونی داروخونه رو بزنی، هیچ فرقی با الانت نداره. ولی 10 سال دیگه نمیتونی مثلا چه میدونم 2 سال توی کشور اروپایی به عنوان دانشجو بشینی درس بخونی، هیچ وظیفه‌ای هم روت نباشه. هلو چطورین؟ امروز 13 فروردین 13 به دره و همطور که میبینین ما البته الان اینو نمیبینیم ولی ما خونه ایم و کلا پلن خاصی نداریم. بعد حالا من الان آروم بگیر. مهدیه گفت میخواد بره یه دونه از این کافه نونهای از این نونای فانتزی و اینا داره باز شده تو مشهد، بیا بریم دیگه. منم گفتم بریم. همین اگر شد برم یه قهوه‌ای بگیرم و سریع حاضر شدم و داشتم فکر می‌کردم که من عاشق اینم که مثلا همین پاشم برم بیرون یه قهوه‌ای بگیرم، یکم هوا بخورم، آهنگ گوش بدم، یه راهی برم یا مثلا با ماشین یه دوری بزنم. واقعا بنده همین چیزا. مامانم هم همینو گفت، الان گفت کشته مرده این چیزا. داشتم فکر می‌کردم که آیا این چیز بدیه؟ یعنی آیا مثلا این قضیه بدیه؟ خب چه ایرادی داره یه آدم این کارو بکنه و مثلا دلش بخواد بره بیرون؟ البته کسی هم نگفته ایراد داره، من دارم بهش فکر می‌کنم. من کثیف چیزم یا این کثیفه؟ باید یه چیز بخرم برای ماشین، یه استند و پایه‌ای برای گوشی باید بخرم.
الان دارم یه سرعت خیلی آرومی میرم که مثلا خدایی نکرده این گوشی یه وقت نیفته. دلم حوث بستنی کرده. دلم الکی گوشی رو پر نکن. چقدر شروع بچه جون دست مادر رو گرفتم به زور قهوه درست کردیم بریم بالای کوه بخوریم برگردیم. همینقدر تباه میخواستم به زور نه به زور. من نقشت این بود از من فیلم بود. در آخرین روز تعطیلات ما تصمیم گرفتیم کیک درست کنیم. بچه‌ها مامانم گفتش که قشنگ تو ظرف قشنگ بچین بعد کاراتو بکن. بچه‌ها این چند وقت من خیلی داشتم تلاش میکردم که ویدیو بذارم و اصلا نمیشه و این ویدیو رو واقعا قصدم اینه که روش سختگیری نکنم، ادیت کنم و هر چی که بودو بذارم. مشکلم همینه که من اینطوری هم که نه این محتوای خوب نیست، اون خوب نیست، چرا اینطوری حرف میزنی؟ اصلا مثلا چه میدونم یه روز ویدیو میگیرم خب بعد دیگه تهشو یادم میره ویدیو بگم بعد بیا اصلا کلا ویدیو خوب نیست و خیلی درگیر این قضیه شدم. ببین خیلیا در تلاشم واسه اینکه کمالگرایی رو کم کنم و عملگرایی رو بیشتر کنم. چی شده؟ مشکل چیه خانوم؟ بفهمه.